بدعت گمراهی هست. بعد مردم کنجی خاکی تاجیکستانم مره. زنا خطرناک است، قتل خطرناک است یا بدعت؟ میگن بدعت. مبارک روز مولود محمد، مبارک ماه مولود محمد. در زنا کت خود تکر کردی، فهمیدی؟ خودت آتش انداختی. در بدعت کت دین تکر کردی. دلیل که انا پیغمبر خدا گفته است که همون شکمت اگر پری زردا باشه این بهتره از اویی که در شکمتان اگر شیر باشه. آخی درست ما این سخن پیغمبر خدا را به جون قبول داریم، ولی مراد از این نو شیرهایی که ای فجور از فحش از دروغ ای باطل از این پر باشه. این درست، همین گپ درست. تیسنی؟ در قتل کت یک نفر تکر کردی، اون نفر در روز قیامت از یخنت میگیره. اما در بدعت کت رسول الله تکر کردی. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. ولی میاره ابن حزم میاره این سمی یوسف خوب داره و حبیت دلیل اخلاق میبره که فطرت انسان از شنیدن موسیقی مدد راحت میکنه. اونجا خصم در روز قیامت، خصم قاتل مقتول است، خصم بدعتکار رسول الله صلی الله علیه و آله. ما مشکل که کسایی که عقیده را میفهمن نداریم، کسی که بدعت را میفهمن نداریم. اکثرا کسایی که ما جنجال میکنه که بدعت، مفهوم بدعت، ضرر بدعت، خطر بدعت نمیفهمن. این خطر بدعت است، نمیفهمن. یک چیزی که عادی است، چیزی که دیگه یک حلوای سر قبر است دیگه. یک حلواگک است. ما در جای رفته بودیم که یک وقتی در گمراهی های ما در وقتی گمراه بودیم در شب جمعگی رفته بودیم، بازم بدعتکار کلان ما دیگه استاد ما بود دیگه، بدعتکار ما بود. بازو گفت که بچه ها فکرتان باشه از وقتی که 2 پیازه بر آمده حکم الوا منسوخ است. باز به مردکه میگفت که ختم مالا که میامد باز بهش میگه بیادر اگر 2 پیازه است اهلا و سهلا، اگر الواست برو کدام الوا خوره بیر. حال کست حال فعلا الوا خورا نیستن، حال 2 پیازه خورا هستن، حال صاحب جای نماز خورا هستن، حال صاحب قرآن شریف های اسقاط خوری هست. صاحب یک قرآن شریف است به نام قرآن شریف اسقاطی که هیچ خوانده نمیشه، این تحریف دیگه. اون صاحب از این قرآن شریف هاست که در این دست بگی باز 10 تا 15 تا شد، باز را اصلا صاحب ببینید صاحب کاملا صاحب کت چپنک ساوس در پشت قل خشتی باز پیسه قرآن شریف حساب میکنن، دانه چند، دانه 50 50 50 50 50. قرآن شریف نیست که کسی رو بخونه، قرآن شریف نیست که کسی بخونه. او تو راست همین خوب است که آدم یک مرحله گمراهی رو هم تیر کرده باشه، صحیح نه؟ باز که پسان هدایت شه. عمر را در دوام میگه اسلام کسی میفهمه که جاهلیت خوب بفهمه. وقتی که جاهلیت یک چند وقت تیر کرده باشی باز اسلام خوب میفهمه. ما یک دوره گمراهی و بدعت تیر کردیم، فهمیدی؟ تیر کردیم. حال برای ما کل پوست و مغز و استخوانش برای ما معلوم است که من که گپ میزنم، من برش میگم گپ نزن فالبین آقا، گپ نزن که باز اگه من گفتم من دارم چوب است. تو خرچی میگی، من وهابی هم میگی، بد اخلاق هم میگی، جاهل هم میگی، عالم هم نیست، هر چی که میگی خیر است. من هیچ خدا چوب میگیرم. من بسیاری وقتا که مردم هیچ تکر نمیکنم. باز اگه من کردم مفته دیگه، مفته. چرا ما با چشم خود دیدیم که فالبین اومده گفته فال ما بیبی این نفر که هیچ انگلیسی رو یاد نداشت دیگه، کتاب نبود، به خاطر گوزنه کردن بازی بود، در روی کتاب انگلیسی برش گفت که در کتاب میگه که ان شاء الله کارت میشه. کتاب انگلیسی صنف 8. اما من سر شاهد دارم که رفتی برای مردکه گفتی که 30 سپاره قرآن خوانیم، هر کدامتون یک سپاره خوانید، 5 نفر بودیم 5 سپاره خواندید، با مردکه را پیسه 30 سپاره را گرفتی، 25 سپاره را فروختی درو. میگی نه که من بر سند بکشم و اگر مقتدیات خبر کردم مقتدیات لط کردم میکشید از مسجد. مردان ما تور نتی بان قرار من خلاص تو تجد پشت سر تخریب کرده برو.
هر چی که میگی بگو. یتیم قسیلی خورده که در سیلی شما هیچ خبر نیست. سر ما تبلیغ صاحب در امریکا هست، در اروپا هست، در ایتالیا هست، در فرانسه هست، هر جای هست. سیز نه؟ هر جای میگه تو هم یک دبین اینقدر دشمنا قربان یک دوستا که تو هستیم، تو هم در پشترش تو هم در جمله دشمنا، تو هم در لیست از ما. من یک عادت دارم کسی چیزی نمیگم. هیچ میشنم قرار خدا چوب میگیرم سعی من تو چیز نمیگم. بگو هر چی که میکنی، هر تجارت که سر دین میکنی بگو. اگر این برات کل چیزا برات سند دارم مستند. موقت بودیم دیدیم شاگردت بودیم مقتدیت بودیم فهمیدیم کردی. از این خاطر همین گپا بفهم که بدعتکار در روز قیامت دشمن کی است؟ نه دشمنش کی است؟ سیره بگوین. دشمنش رسول الله هم دشمنش است، چون ای بزد دین رسول الله ای تبلیغ کرد. بس شست در روز قیامت شست در روز قیامت شرمسار باش. این دنیا خود تیر میشه. این دنیا ما جوان بودیم پیر شدیم پیش ما سفید شده نه دیگر روز بیخی پاره سفید میشه. چرا انسان میگه بخاطر اول الف وارد میباشینی باز دال واری قسمی قات میشی باز مرده وارد داره الف دال میم همین سیدی قفقان هم تو راه میکنه نه یعنی در اکتای از رو بکنه یاد بگیر الف اول الف واریسینی هم تو خوب خیلی بلند است این چیزی چند وقت بعد باز تو کپک باز بابا کجا هستی والا اینجا اومدیم این مسجد نماز بخوانم که چی هستن باز دیگه از ببین بابا یک چی شد اول الف وارسی باز دال واره باز میم واره چی میشی میت